سلام، من دیو کرینشیا هستم و این مجموعه اصول مدیریت زمانه. توی این دوره من بهتون مبانی رو یاد میدم که بهتون کمک میکنه زمانتون رو به صورت مؤثری مدیریت کنین و بازدهی بیشتری داشته باشین. برای این کار اول میریم سراغ 3 اصل: فضا، ذهن و زمان. بعد از اون میریم سراغ فرآیند تعریف و مدیریت هر کدوم از این 3 اصل در زندگی شما. بعد از اون بهتون نشون میدم چطوری میتونین یه سیستم ایمیلی راه بندازین که اکانت ایمیل شما به صورت خودکار این اصول مدیریت زمان رو اجرا کنه. و در آخر بهتون نشون میدم چطوری میشه یه مرز مشخص بین زمان شخصی و کاری کشید. ما درباره همه موضوعات صحبت میکنیم. چیزهای دیگه جز اونها هم هست، ابزارها و تکنیک هایی که زمان شما رو به صورت عاقلانه ای تنظیم میکنه. همه اینها در دوره اصول مدیریت زمان اتفاق میفته.